حدیث داریم کسی که تو خونش یه حیوانی هست، این حیوانم جز خانواده حساب میشه. تو حق نداری بگی حیوانه بره گم شه، اصلا میخوام چیکارش کنم؟ یا راش نمیدادی، انس با این خونه پیدا نمیکرد، حالا که انس پیدا کرده وظیفت بهش برسی. حیوانه یعنی چی؟ حیوانه یعنی چی؟ همین حیوان هم نفرینش میگیره هم دعاش میگیره. حدیث داریم کسی که تو خونش یه حیوانی هست، این حیوانم جز خانواده حساب میشه. تو حق نداری بگی حیوانه بره گم شه، اصلا میخوام چیکارش کنم؟ یا راش نمیدادی، انس با این خونه پیدا نمیکرد، حالا که انس پیدا کرده وظیفت بهش برسی. حیوانه یعنی چی؟ حیوانه یعنی چی؟ همین حیوان هم نفرینش میگیره هم دعاش میگیره. حدیث داریم کسی که تو خونش یه حیوانی هست، این حیوانم جز خانواده حساب میشه. تو حق نداری بگی حیوانه بره گم شه، اصلا میخوام چیکارش کنم؟ یا راش نمیدادی، انس با این خونه پیدا نمیکرد، حالا که انس پیدا کرده وظیفت بهش برسی. حیوانه یعنی چی؟ حیوانه یعنی چی؟ تلاش‌های این شیطون بلا برای اومدن بیرون.